هلو گایز، محمدم و با یه ویدیو دیگه از فوتوگرافی آکادمی در خدمتتونم. تو این ویدیو می‌خوایم 3 تا اشتباه بزرگی که عکاسا اوایل کارشون مرتکب میشن رو با هم دیگه بررسی کنیم و راه درستش هم بهتون نشون بدیم. پس بدون معطلی برو بریم داخل استودیو. عکاسا به ویژه عکاسای پورتره معمولا عاشق نورای نرم و پخشن. برای همین همیشه میرن کلی هزینه میکنن برای مودیفایرهای خیلی بزرگ. منظورم از مودیفایر خیلی بزرگ معمولا مثلا میگم 120 سانتی متر به بالاه. یه همچین چیزیه. مثلا یه همچین چیزی که شما اینجا دارید میبینید، یه اوکتاواکس با قطر 120 سانته. حالا چرا میرن سراغ همچین چیزی؟ به خاطر اینکه نور نرم روی پوست تأثیر خیلی مثبتی داره، یعنی اینکه اون چیزایی مثل چین و چروک، جوش یا اینجور چیزا رو خیلی کمتر نشون میده به نسبت نورهای سخت. اما یه اشتباه خیلی بزرگی که ممکنه عکاسای تازه کار انجام بدن اینه که میان هزینه میکنن واسه همچین مودیفایری، اما تو فاصله دور نسبت به سوژه ازش استفاده میکنن و نمیدونن که اگه این فاصله دور باشه نور ما دیگه نرم نیست، تبدیل میشه به این نور سخت. حالا هر چقدر هم شما هزینه کرده باشی و یه مودیفایر با نور نرم گرفته باشی فرقی نمیکنه. پس الان میخوایم چیکار کنیم؟ یه بار میخوایم نور رو تو فاصله نزدیک امتحان کنیم، یه بار میخوایم نور رو در واقع دور کنیم و ببینیم چه اتفاقی واسه سایه ما، هایلایت های ما و به طور کلی کیفیت نور ما میفته. خب بریم 3 2 1. خب این از عکس ما که در واقع نور نسبت به سوژه دوره. F11 و این هم از عکس دوم. همونطور که میبینید اگه به لبه سایه بینی روی صورت توجه کنید ببینید تو عکس اول که نور ما دور بوده لبه سایه های ما یه مقداری تیزه و اون مقدار نرم بودن که ما لازم داریم و نداره. و اینجا که نزدیک شده و نور متمرکزتر شده اگه به لبه سایه ها مثل لبه همون سایه بینی اگه دقت کنیم میبینیم که لبه بسیار محو و اصلا قابل تشخیص نیست و نور ما خیلی خیلی نرمتر شده. اشتباه دوم عکاسای تازه‌کار همیشه تو تنظیم ارتفاع نورشونه. معمولاً یا ارتفاع خیلی زیاد میذارن یا ارتفاع خیلی پایین میذارن. در اصطلاح عکاسی بخوایم بگیم از زوایای وری های انگل یا لو انگل استفاده میکنن که ممکنه کارشون رو خراب بکنه. الان میخوایم چند تا ارتفاع نور مختلف رو با هم تست کنیم و با هم مقایسه کنیم و شما خودتون قضاوت کنید که کدوم بهتره. چون همونطور که میدونید ما تو عکاسی قانون و قاعده مشخصی نداریم، یعنی مثل نقاشی سایر هنرها نیست، خیلی دستمون بازه. اما بالاخره یه جا خودمون متوجه میشیم چی به کارمون میاد چی به کارمون نمیاد. پس اول ما اینجا میایم چیکار میکنیم؟ ارتفاع این نورمون رو خیلی میبریم بالا. خب بریم ببینیم چه اتفاقی واسه عکسمون میفته. یه نورسنجی هم با هم بکنیم که نور 3 تا عکس با هم برابر باشه. F8 یه کوچولو صافتر. آها عالی. این از عکس اول ما. همونطور که میبینید حالا البته ما اینجا کلاه هم داریم که اون خودش مزیده بر علتی که این اتفاق افتاده، ولی در کل نگاه کنید بچه‌ها اگر ارتفاع نور خیلی بیش از حد بالا باشه همونطور که میبینید سایه بینی کشیدگیش به سمت پایین خیلی زیاد میشه و نزدیک به لب میشه. این یه مقداری کار ما رو دچار خطا میکنه. و علاوه بر اون
ما داخل چشم هیچ نوری نداریم، در واقع کچلایتی داخل چشم وجود نداره و همونطور که میدونید توی بحث پورتره کچلایت خیلی مهمه و یکی از عواملی که باعث میشه مخاطب با عکس شما و سوژه داخل عکس شما ارتباط برقرار کنه که الان این اتفاق نیفتاده. حالا الان می‌خوایم ارتفاع رو خیلی بیاریم پایین و از زوایای لو انگل استفاده کنیم، ببینیم اون چه در واقع تأثیری روی سوژه ما داره. خب این هم از عکس دوم ما. البته یه مقداری نور شدیدتره، بذارید یه بار نورسنجی بکنیم. میتونید نگه دارید این بره صورت. آره خب اوکی. F11. خب بریم 3 2 1. همونطور که توی این عکس داریم می‌بینیم بچه‌ها، کشیدگی سایه بینی و بقیه سایه روی صورت به سمت بالاه. یه مقداری چهره سوژه رو ترسناک میکنه همچین نوری. چرا حالا تو قواعد کلاسیک نورپردازی از این به عنوان یه خطا یاد میشه؟ یعنی نورهای لو انگل چرا خطا تو عکاسی پورتره؟ به خاطر اینکه بچه‌ها توی طبیعت خورشید همیشه زاویه‌اش نسبت به ما های انگل و وری های انگله. یعنی یه انسان همیشه سایه ها رو کشیدگیشو به سمت پایین میبینه توی طبیعت و توی دنیا. به خاطر همین چشمش با یه همچین چیزی آشنا نیست. به خاطر همین تو قواعد کلاسیک نورپردازی از یه همچین چیزی به عنوان خطا یاد میشه. اما اینطوری نیست. اگر شما دنبال این باشی که بخوای حس ترس رو به مخاطب انتقال بدی، میتونی از این زوایای نور استفاده کنی. اما اگه دنبال اینی که چهره سوژت بهتر ثبت بشه، هم اون راضی باشه، هم یه پورتره در واقع جذابی باشه، به نظر من بهتره که بیایم از زوایای های انگل استفاده کنیم، نه خیلی ارتفاع زیاد نه خیلی ارتفاع پایین. الان می‌خوایم دقیقاً این کار رو انجام بدیم. و این هم از عکس سوم ما. همونطور که می‌بینید اگه این سه تا عکس رو با هم مقایسه کنیم، شما چشمی هم بخواید به من بگید کدوم عکس الان بهتره، خیلی راحته این انتخاب. این عکس اول ما بود که با ارتفاع خیلی زیاده و با شیب خیلی تند. این عکس دوم ما بود که در واقع نور از پایین به سوژه خورده بود و اینم از عکس نهایی ما که نور ارتفاع و زاویه مناسبی داره. هم داخل چشم کچلایت داریم، هم کشیدگی در واقع جهت سایه ها رو به پایینه و خب یه پورتره خیلی عالی شد. اشتباه بزرگی که معمولاً عکاسای تازه کار انجام میدن توجه نکردن به محیط عکاسیه. بچه‌ها از این بعد هر جایی وارد شدید عکس بگیرید یا خواستید استودیوی جدیدی باز کنید، حتماً به همه چی توجه کنید. رنگ دیوار، ارتفاع سقف، همه اینا چون تو کار ما تاثیرگذاره. مثلا الان اینجا دقت کرده باشید کنار سوژه من یه دیوار سفیده و خب من دارم از این منبع نور خیلی بزرگم اینجا استفاده میکنم. خب مسلما نور این منبع نور من میخوره به این دیوار، یه مقداریش بازتاب میکنه سمت مدل من و ناخواسته این دیوار تبدیل میشه به رفلکتور من. حالا ممکنه ما بخوایم از این قضیه استفاده کنیم، ممکنه واسه این قضیه کار ما رو خراب کنه. اینجا الان داره کار منو خراب میکنه چون من دنبال یه عکس دراماتیکم که غلظت سایه‌هام خیلی بالا باشه و این داره الان برای من کارو خراب میکنه. خب راه حل آیا داره یا نداره؟ بله داره. ما میتونیم از فلگ ها یا بلاکرهای نور استفاده کنیم. یعنی کافیه من بیام اینجا یه مقوای مشکی یا یه فومبرد مشکی بذارم، جلوگیری کنم از نور بازتابی از سطح این دیوار به همین راحتی. پس همیشه آنالیز محیط باید اولین کاری باشه که به عنوان یک عکاس انجام میدی. و همونطور که میبینید این چیز پیچیده‌ای نیست. یه مقوای مشکی روی فومبرد سفید چسبوندم و خب این قراره که الان واسه ما جلوگیری کنه از این بازتاب این دیوار. بریم با هم یه تست بزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. و ورش داریم یه عکس دیگه بگیریم با هم دیگه مقایسه انجام بدیم. خب بریم سراغ عکس اولمون. یه بار دیگه. عالی. خب این عکس اول ما. حالا بریم اونو ورداریم ببینیم که اگه نباشه
چه اتفاقی میفته. و میریم سراغ عکس دوم. با مقایسه عکس اول و دوم همه چی واضح و گویاست. به سایه سمت چپ صورت دقت کنید. تو عکس اول که بلاکر نور بوده ما می‌بینیم که غلظت سایه و مقدار تاریک بودن سایه‌مون خیلی بیشتر از حالت دومه. و اینجاست که دقیقاً میگم ممکنه که بعضی موقع محیط عکاسی برات ایجاد مشکل کنه. تازه این دیوار ما اینجا الان سفیده. فرض کنید مثلا یه دیوار بنفش بود. چه اتفاقی میافتاد؟ بازتاب رنگی برمیگشت سمت مدل و سایه‌های ما رو به رنگ اون دیوار در می آورد. و خب به این قضیه ما توی عکاسی میگیم کالرکست ممکنه خیلی براتون پیش اومده باشه و تنها راه جلوگیری هم ازش استفاده از همین بلاکرهای نوره.